داره زندان میرم، جان میدم، بس رهبریت نیه، بس قربانیه که یک نفر باید قربان بده و اینا کی رو قربان میکنن؟ رهبر. قریب 1 میلیونه، باید دنیا بالاتر از میلیون ببره. به خاطر چی؟ بالاتر از میلیون دوچار مشکل. ولی رای اصلی کجایه و گپ اصلی کجایه؟ ای بود که ما باید زندان میرفتم. به زندان رفتم، او زندان نمیشه به زبان تعریف کرد که چقدر مشکل. تو احساس کنی 5 دقیقه به کنار ما نشستن، ما 24 ساعت اینجیم. هر ملک آمد شیشت احساس کرد و امروز دروازه بازه. به گرمی اونا مبارزه کردن. چرا؟ مجبور بودن. پریشانی ها گفته نمیشه. اینا از موت فرار کردن، بر لازم موت افتادن. رای هم نمیابند که اینا چکار بکن. این درد بالکل به زبان گفته نمیشه. ملت افغانستان بسیار مظلومه. سلامونه او نیکې هیلې د نېشنل میډیا درنو لیدونکو. نن موږ سره په اسلام آباد کې یو ډیر تکړه او پیژندل شوی شخصیت دی، استاد احمد ضیا فیض د افغانستان د هرات ولایت، چې دلته په اسلام آباد کې 3 کاله مخکې د پولیسو لخوا څخه نیول شوی و او 3 کاله عمر خپل په دغه سختو شرایطو کې په زندان کې تیر کړی دی. دا 2 ورځې کېږي را آزاد شوی دی. له ده سره غږیږو او په دغه مشکلاتو باندې د دوی نظر اخلو. استاد خوش آمدید. تشکر، سلامت باشید. زنده باشین. اگر لطف کنین در آغاز با بیننده های ما در موردتان یک کمکی معلومات بدهید. اسم احمد ضیای عرف استاد فیض، تخلص فیض. دوستا دقیقا افغان ها میشناسن. ما زمانی که حکومت شکست خورد، حکومت ختم شد، مردم افغانستان هر یک به طرف نجات تلاش میکردن و هر یک چیزی که سوچ به نجات میکرد او راه هلاکت بود. خب من دیدم که ایران و پاکستان 2 کشوری که بیشترین نفوس افغانستان مهاجره و به این مدت و این 2 کشور برای ملت افغانستان فکر خوبی نداره و همه تصمیم گرفتن. تنها پاکستان نه، تمام دنیا تصمیم گرفته که افغانان چکار کنه؟ واپس کنه به افغانستان. و از یک طرف تمام دنیا با خبره که تعداد کثیری از ملت افغانستان، انگشت شمار نه، تعداد کثیری، تعدادی که قابل شمارش نیست، از افغان‌ها جان اینا به افغانستان به خطره. خب وعده‌ای هم که طالبان داده بودن که ما عفو عمومی کردیم، اینا یک دروغی بود که بعداً مردم بی باور بشیشتن. تعداد اصیلی از جوانای افغان ما، بزرگان ما شهید شدن. استاد با شما شخصا چی دلیل شده که به پاکستان آمدی؟ وضعیت مردم افغانستان که خراب دیدم. اینا نیاز به یک کمک و یک همکاری داشتن، نیاز به یک پلان داشتن و زمانی که من دوستایی که پاکستان بودن به تماس بودم، اونا میترسیدن از گفتن نام خود. من دیدم به این حالت وحشت نیازه که یک کسی استاد بشه، جان قربان کنه، از زندگی خود تیر بشه و صدا باید بالا بشه و کسی ای آغاز کننده نبود. خب من این کار کردم با بسیار یک به این نام که یعنی شما دنیایی که میخوایم مار بکشیم، من کفن پیشیدم گفتم مار بکشیم، که یعنی دنیایی که شما دنبال قتل مانیم، خب بیم قتل کنیم. چرا که وضعیت مرگ بود برای تمام افغان ها. هر لحظه، هر دقیقه افغان ها میمردم زنده میشدم. به ایران هم به این شکل بود، به پاکستان هم. ولی به خاطر که به ایران تحریما بود و پاکستان سهولت ها زیادتر بود، ما مجبور بودیم که به اینجا تظاهرات شروع کنیم که به اینجا میشد مذاکرات کرد. در اسلام آباد که در آن زمان شما تظاهرات داشتین و این تظاهرات خیلی طولانی شد، 1 روز 2 روز نبود. طبیعی است که از طرف حکومت هم فشار سر شما می آمد که دیگه به شما اجازه نیست برای تظاهرات. در آن زمان از طرف پلیس مردم هم لطوکوب شدن. چه مشکلات شما دیدین در روزا؟ درد که نمیشه بیان کرد، درد باید احساس کرد. چرا که اینجا مردم افغانستان به موت بودن، مجبور بودن که این حالت را تحمل کنن. گرمی زیر آفتاب سوزان پاکستان این ملت تحمل کرد و شبها طوفان‌های شدید و سرمای زیاد بازی مردم تحمل کرد، ولی مجبور بود. این زمان میشه که ما در طوفان، در سردی به یک کپره، به یک لباس ساده باشیم.
او زمان احساس او زمان که این فیلینگ بود و این احساس بود و جان ما سردی خورد، بعد از اون میفهمیم که این مردم چی درد کشید. این درد بالکل به زبان گفته نمیشه. ملت افغانستان بسیار مظلومه، بسیار مظلومه و هر کسی که نجات پیدا کرد من خوشم، به خاطر از اینکه راست را بند بود، اینا نمیخواستن، بالاخره تظاهرات ها شد، صدا شد. اقدر من با میدیا با دنیا مبارزه کردم که یک خبر از اوکراین بود، دیگه خبر از افغان بود. چرا که جنگ اوکراین تازه بود و اونجا خون بود، ما هم کفن پوشیدیم برادر. اگر اونجا خون ما لحظه بدون خون میدیم، بدون موت برای ما. یک دفعه موت نیه، اونجا یک دفعه موت برای از اینا هر لحظه موته. اینا از موت فرار کردن، بر لحظه موت افتادن، رای هم نمیابند که اینا چکار بکنن. خب یه پریشانی و سختی او کسانی میفهمند که در میدان مبارزه و زیر آفتاب سوزان به کنار ما بودن و با حتی در میدان خانم هایی بودن که وزیر امن کردن، طفل به دنیا آمد، کسانی بودن که طفل دو موسم خود اینا بود، به گرمی اونا مبارزه کردن. چرا؟ مجبور بودن. پریشانی ها گفته نمیشه، چرا که همه افغان ها که الحمدلله عزیب زیاد آگاهند و دنیا هم بیامد به کنار ما. هر کس آمد ما رو با آفتاب سوزان بشوندم. من از او معذرت خواستم، برای گفتم تو بی خاطر می اینجا میشونم که تو احساس کنی 5 دقیقه به کنار ما نشستن، ما 24 ساعت اینجیم. هر ملک آمد شیشت احساس کرد و امروز دروازه بازه. الحمدلله افغانان میرن و در کنار از او کسانی من میشنوم که یکی رفته 10 تا دیگر خواسته. من بسیار خوشم که راسته بازه، ولی رای اصلی کجایه و گپ اصلی کجایه؟ ای بود که ما باید زندان میرفتم. به زندان رفتم. او زندان نمیشه به زبان تعریف کرد که چقدر مشکل. خب من تیاری داشتم، من آماده بودم که به خاطر از افغانا باید قربانی یک نفر بده. من به این زندان نه، من به موت برای ما. شما صحبت‌های اول ما در میدان بشنویم که برادر زندان من میرم، جان من میدم. بس رهبریت نیه، بس قربانیه که یک نفر باید قربان بده. و اینا کی قربان میکنم؟ رهبر. من رهبرم. در اصل هدف من رهبریت نیه و نبوده. هدف من نجات مردمه و هدف من اینه که کس دیگه قربان نشه. تارگت خود قرار دادم و مر گرفتن. با ما 10 نفر گرفتن، 10 نفر آزاد کردن. ولی با ما 3 سال اینا چی کردن؟ اونایان که داخل زندان چی کردن اونا میدانن و من میدانم و این جسمم میفهمه که با ما چی شده. بالاخره الحمدلله در حدود به 23 تاریخ فیصله اعلان شد. فیصله پیش جلوتر بود. فیصله اعلان شد که به 29 آزاد شدم من، که کارات ایمرال شد. فیصله چیه دوستای عزیز؟ فیصله اینه که استاد احمد ضیا فیض یک افغانه که به افغانستان اگه بره جان به خطره، به این خاطر که جان به خطری به پاکستان حق آزادی داره. به افغانستان دیپورت نمیشه، به پاکستان حق آزادی داره. یعنی هر افغان حق آزادی گرفته شد، راه باز شد، قانون ساخته شد و در کنار از این به میل دل و به هر کشوری که میخواهید انتقال بدیم. یعنی هم افغان حق زندگی و داخل پاکستان قربانی 3 سال گرفت و هم اجازه انتقال از این داده شد. دوستای عزیز، تظاهرات کردم، تظاهرات 100 بار دیگه میکنم. از تظاهرات نه ترس دارم نه بیم. دوستا گفتم اشتار و اخطار میدی، بازم اخطار میدم که کسانی که به ملت ما با والله ظلم کنه، من یک دفعه نه 1000 جان داشته باشم به خاطر ملت خود قربان میکنم. تظاهرات ختم، نیاز به تظاهرات نداریم. دنیا صدار شنیده، فیصله شده. حال کارواییه، حال برنامه اینه که ما و شما کیسار پروسس کنیم. کیسار چی کنیم؟ پروسس کنیم. من لیست میگیرم و لیست از اینا رو گرفته من انشالله این کار تمام افغانا، حالا شاید یک تعداد بگه که قریب 1 میلیونه، باید دنیا بالاتر از میلیون ببره. به خاطر چی؟ بالاتر از میلیون دوچار مشکله. وعده اینه که کسی که به مشکلات، به پریشانی، کسی که جان به خطره، این مردم به دروغ نمودن. استاد شما 3 سال در زندان بودین. در این 3 سال اینجا خیلی شرایط و قواعد برای زندگی با افغانا سخت شده. حتی در این روزا افغانایی که 5-6 مصاحبه در یونیسیار داده، وقتی که و با جکیم انتقال میشه
یونیسیار خبر میشه کدام کار از دست او نمیرسه. فعلا امی آزادی و رهایی شما برای افغانا به چی معنی است؟ آزادی احمد ضیا فیض افغانی که جانب افغانستان به خطر، فیصله حکومت پاکستانی نه که جان ازی به خطری به پاکستان آزاده. بغیر ویزا بغیر پاسپورت ما برای مردم گفتم شما به اینجا حق زندگی داریم، بغیر ویزا بغیر پاسپورت اینا برای ما حق سکونت به پاکستان دادن. به زودترین فرصت اینا قراره که مر انتقال بدن، چرا که گپی بود که تو دایرکت انتقال میدی. من گفتم نه، حق آزادی به پاکستان باید به افغان‌ها بگیرن. حق آزادی برای افغان‌ها به 3 سال قربانی بدادم، گرفتم و آزادی ما به اینجی مطلب اینه که تمام افغان‌ها آزاد شدن، ولی یک سیستم ہے که باید ما او چگاه کنیم، او فالو کنیم. او سیستم پیش منه و ما با دولت مذاکره کردم، ما مبارزه کردم داخل زندان. شاید تعدادی از دوستا بگن که داخل افغانستان خیلی جوانا بوده که در کشورهای مختلف تلاش کرده، خیلی جوانا بوده که قربانی داده به خاطر استاد فیض، شب روز کار کرده. من سپاسگزار و جوانایم، سپاسگزار و احساسات پاک و مردم خود خونم، از زن و مرد، از پیر و جوان که به دنبال ای بودن. ولی اصل فیصله به اینجی حکومت پاکستان کرد. حالا حکومت پاکستان فیصله کرده و قانونی به پاکستان که افغان‌ها آزادن. ای که شما به اخبارها میشنوین که دیپورت دیپورت دیپورت، بله ما افغان‌ها در 2 کاتگوری داریم. یک تعداد ساپورترهای طالبانن، حامیان طالبانن، اونا باید برن به کشور خود، چرا حکومت نای نظام نای. یک تعداد مثل ما و شمانن که با طالب مشکل دارن، مشکل سیاسی دارن. طالب اور بگیره، اور به این حالت را یله نمیکنه، اول اور شکنجه میده، بعد اور ذبح میکنه. اینا باید در داخل پاکستان برای اینا حق زندگی داده بشه و اینا باید دولت پاکستان همونطور که برای ما وعده کرده باید اینا انتقال داده بشه. به زودترین فرصت انشالله من لستار میگیرم، افغانان میبینم که حالا عید نزدیکه. به خاطر عید دوستای هسته که از ابتدای پروسه شروع کرده و داخل پاکستان برای ما گفتم تو حق ملاقات و دگه نداری، فعلا چکار کو کمی پاکستان و دنیا رو ببین که 3 سال تو در زندان بودی. ولی من برای از اونا گفتم من با شما هم هستم، ولی مردم باید ملاقات کنم. استاد، هم افغانا که در پاکستان است در 100% اکثریتش 80% 90% برای امید در یونیسیار به پرونده شان آمده، کیسای شان آمده و در این روزا کیسا خیلی ضعیف شده، ایستا میره. در این روزا شما اراده دارین که بروین امرای مسئولین یونیسیار یک جلسه بگیرین و از ها بپرسین که چرا افغانا 4 سال شده اینجا بند مانده؟ آقای احمدزی عزیز، من یک دفعه به یونیسیار رفتم، او مر قبول نکرد، ولی من او مجبور کردم چندین بار بیای پیش من بیای آمد و چندین بار بعد مر خود دعوت کرد، من نرفتم. زندان آمده؟ به زندانم ملاقات کرد، به زندانم خودی و من برای آلای صحبت مر شما یونیسیار میشنوه. من به یونیسیار گفتم شما فکر نکنیم استاد فیض به زندانه. من این صحبت به زندان برای نماینده های یونیسیار و نماینده های یو این ما گفتم شما فکر نکنیم که استاد فیض به زندانه. استاد فیض به زندان، باز شما رو هشدار میده که نکنیم ملت مجبور نکنیم به افغانستان بره. شما مردم جان اینا به خطره، اینا رو قربانی نکنیم. در مقابل معاون رئیس زندان میگه پر زدم که معاون رئیس زندان تعجب کرد که ما تو قدر شکنجه و قدر تو با سر تو سختی میکنی، تو با چی جرأت با چی شهامت گپ میزنی که از او بعد امو آدم بسیار مرقدر کرد که یعنی من این شهامت و همت تو مقدر میکنم که تو در مقابل کیها با چی جرأت گپ میزنی. اونا به اینجا به داخل زندانم، به میدانم، به هر حالت ما برای گفتم مردم رو مجبور نکنیم. انشاءالله به زودترین فرصتی مسائل حل میشه. با دولت پاکستان در مذاکره هستم و انشاءالله حالا که مسئله کیس من نیه،
این مسئله فیصله یک قانون من خواستم بسازم. قانون ساخته شده ولی تطبیق از سر هر فرده. لیست ساخته میشه، تعدادی که ما و شما میشناسیم، دوستایی که بر ملت افغانستان خیرخواهند، واقعا جان اینا به خطره، ما اونا رو یک طرف میکنیم، لیست میگیریم، و اونایی که بر ملت دشمنی کردن، نفاق و تفرقه میندازن، به نفع طالب کار میکنن و تعداد رسما ساپورت میکنن، تعداد غیر رسمی باز اونا رو جدا میکنیم، به دولت معرفی میکنیم که اینا ساپورترای طالبانن، اینا کسانی هستند که با طالبان مشکل دارن. انشالله اونا به اینجا حق سکونت میگیرن، باز اونا رو انتقال میدیم. زمان دیگه ختم انشالله. 3 سال قربانی همگی ملت داده، تنها استاد فیض نداده. اگر داخل زندان و پریشانی و سختی ها بوده، بیرون هم سختی ها خود داشته. استاد در آخر به دوستایتان که شما در زندان بودین، آنها خیلی نگران بود، حتی در گروه ها میپرسید که از استاد کدام خبر نداریم و امروز شما به خیر آزاد شدین، با آنها چی پیغام دارین؟ من برای از اون مردم کار کردم و انتظار از مردان قوی و از انسانهای شجاعی میره که باید از ما پرسان کنه. انسانهای کمزور و انسانهایی که خب نمیشه الفاظ دیگه برای از اون استفاده کنه، کمزور، خونا خلاف ما گپ زدن، و اونایی که احساس پاک بر ملت خود بر ملت خود داشتن، واقعا سپاس از اونا. من یک افغانم، بس به خاطر افغانیت اونا احساس داشتن، سپاس. من خوشحالم که جان خود به خاطر یه افغان قربان کردم و 3 سال قربانی او نگران ما به داخل زندان، بیرون از زندان که ما به داخل زندانم، او نگران و پریشانی بوده، او احساس از اونه که به ما قوت و انرژی میده. سپاس الله رب العزت برای از او زندگی خوب و خوش نصیب بفرمایه. بسیار تشکر استاد. بسیار تشکر. دوستانو دا مونږ سره استاد فیض په اسلام آباد کې او پر اختیا هم 3 کال زندان، بیا په یو همسایه هیواد کې تیرول، د خپلې کورنۍ څخه لرې، د خپلو هیوادوالو څخه لرې، دا ډېرې ترخې خاطرې دي. الله دې وکړي چې نور افغانان له داسې وضعیت سره مخ نشي. زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې موږ ته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارو. د الله په امان.